حقوقتون چقدر آقا؟ بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی هم. خب 2,200,000 تومان در ما، اونم اخیراً شده، قبلا کم درزی بوده. آخه چقدر مظلوم. حالا بیاین یه مقایسه کنیم بین درآمد خادم الرضا آیت الله علم الهدی و رهبر مستکبرین جهان جو بایدن. علم الهدی اعلام کرده که تولیت موقوفه 1000 متری گوهرشاد رو بر عهده داره و 10% از سهمش رو داره ماهیانه دریافت میکنه، یعنی چیزی حدود 10 میلیارد تومان ناقابل که میشه حدود 200,000 دلار در هر ماه. حالا بمونه که این آخوند مفتخور به خاطر هیچ داره از جاهای دیگه هم حقوق میگیره، اما جو بایدن شخصیت اول بزرگترین اقتصاد جهان حقوقش ماهیانه 33,000 دلاره، به این معنا که علم الهدی 6 برابر رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان داره حقوق میگیره. تازه این فقط یه فقره قابل اثبات بودا. حالا خدا میدونه که این عمامه به سرا به اسم خادم الرضا چه ها میکنن و چه ها میخورن. شما هم خودتو ببند به زری تا شاید شفا بگیری. #44 سال سوار بر خرافات ملت.